شریف نظام مافی از خانواده‌ای ریشه‌دار، علمی و مشهور در ایران می‌آید. مسیرش را از تهران آغاز کرد، اما کلاس درس او جهان بود. از سوئیس تا آمریکا، از دانشگاه نورسیستن تا دانشگاه سافک، از مراکز علمی جهان تا قلب وال استریت، جایی که در امریکن اکسپرس، یکی از معتبرترین مؤسسات مالی جهان، به جمع مدیران ارشد پیوست. هدایت شرکت‌های بین‌المللی SGS و بولر را در ایران به عهده گرفت. ابر شرکت‌های سوئیسی که به قول او باید مثل ساعت منظم و با دقت کار کنند. امروز او رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس است. نقطه تلاقی دو جهان، دقت سوئیسی و چالش‌های ایرانی. او معتقد است برای رشد واقعی باید هوشمندانه ریسک کرد. در قسمت اول ترنتاکس من مصطفی صالحی نژاد میزبان مردی هستم که تجربه جهانی را در متن اقتصاد امروز ایران زندگی می‌کند. شریف نظام مافی. هنر پول درآوردن و هنر خرج کردن دو تا و نگه داشتن پول سه تا، شاید سه تا هنر متفاوته. وقتی که داشتم زمین شناسی می‌خوندم اصلا نمیتونستم بفهمم چطوری من می‌خوام از این رشته پول در بیارم. پشت همه چی یه مدیریت هست، پشت همه چی یه فرایند هست. رو تمامی کامپیوترهاشون AI نصب شده، چت جی پی تی نصب شده. طرفدار پرسپولیس هستم. یه مدیر ترسو به چه درد می‌خوره؟ شرکت‌های غربی دیگه بودجه بندیشون یک ساله نیست، 3 ماه است. تقریبا هر کسی میتونه کارو خراب کنه. دیفالت یک تاجر اینه که مدام در سفر نیست. آیا بچه‌ها رو به خودتون میبرین؟ سلام، شریف نظام مافی امروز مهمان برنامه ترنتاک هستش. آقای نظام مافی خیلی خوش آمدین. مرسی که در این شلوغی وقت گذاشتین و تشریف آوردین اینجا. خیلی ممنون. از خودتون بگین، چند سالتون آقای نظام مافی؟ من 54 سالم. 54 سال هستین. شما اهل خوزستان هستین؟ خانوادگی بله. تهران بزرگ شدم. تهران بزرگ شدید. بفرمایید، خانواده نظام مافی خانواده مشهوری هستش در سطح کشور. بفرمایید که دوران کودکی شما چطور بود؟ ببینید، دوران کودکی معمولی بود. من پدرم پزشک بود، مادرم استاد تاریخ دانشگاه تهران. در این صورت توی خانواده‌ای بزرگ شدم که بحث تاریخ و بحث کار و بحث مسائل روز خیلی همیشه مطرح بود. همه چی از بعد تاریخی صحبت میشد. ما بیشتر صحبتایی که شب مثلا پدر مادر من با هم صحبت میکردن و خب بحبوحی و انقلابم بود. من خاطرات اولیه من در سال سوم دبستان بودم که انقلاب شد. در از خیلی همه دیگه اون زمان بحث سیاسی میکردن، مسائل روز و خب بچگی آدم در اون دوران بچگی خیلی زود به مسائل روز آشنا میشی، به اتفاقات بین الملل. من یادمه یکی از اولین خاطراتم این بود که امریکا داشت ناوگان کیتی هاگو میفرستاد به ایران و این واسه من خیلی چیز عجیبی بود که این اصلا ناو هواپیمابر چی هست. مثلا در سن 9 سالگی، اون موقع هم که گوگل و دسترسی به اینجور مسائل نبود که بری گوگل کنی چیه. اصلا خیلی دوران جالبی بود. هرچند دوران فراز و نشیب تاریخ ایران بود و منم در اون دوران بزرگ شدم. چرا باید این ناو هواپیمابر خبرش توی خانواده شما باشه؟ چه شخصی داشت این کارو انجام میداد؟ منظور اطلاعات بین‌المللی یا اطلاعات روز از طریق چه شخصی وارد خانواده شما میشه؟ خب عمدتاً میگم خانواده‌ای بودیم که همیشه بحث‌های تاریخی، بحث‌های اجتماعی، بحث‌های سیاسی درش بود. از این جهت میشه گفت در بین صحبت‌ها خود من میگم کوچک بودم ولی خب میشنیدم، تحلیل میکردم خودم. و سالها بعد که خارج از ایران بودم یادم یکی از معلم‌ها میگفت مثلا این بچه مثلا از بقیه دیده تاریخیش یه مقدار متفاوته. وقتی که در کلاس تاریخ درس میدادن مثلا من به بحث میکشیدم معلم، و به خصوص وقتی که تاریخ تمدن قدیم ایران و یونان رو توضیح میدادم، من همیشه معلمو به چالش میکشیدم که نه خیر، مثلا این داستانی که شما دارین تعریف میکنین در مورد جنگ المپیک یا مثلا جایی که
این اتفاق افتاده، مثلا امکان نداشت این اتفاق بیفته. یا مثلا داستانی که دارین از اسکندر تعریف میکنین از دید ما یه چیز دیگه است. شما میگین اسکندر بزرگ، ما ایشونو به عنوان قاتل میشناسیم و خب این بحثا همیشه پیش میاد، ولی خب شاخصا سابقش از بچگی میاد که اون دوران خیلی خیلی پرتعاطف سیاسی و تاریخی ایران بود. الان امروز بیشتر به تاریخ علاقه‌مند یا تجارت؟ به هر دو بله. پس بریم راجع به تاریخ تجارت شما صحبت کنیم. شما از کی رنگ و بوی تجارت در ذهنتون پیچید؟ حالا شاید از طریق خانواده بوده یا شاید در دوران نوجوانی بوده؟ ببینید نسبتاً زود من یکی از اولین خاطرات این که یه مسئولیت بپذیرم همون حدود 10-11 سالم بود که من پدرم پزشک بود و مطبش شبا خیلی طولانی بود و رئیس دفترش از مطبش سر 1 ساعتی میباید بره چون بچه کوچک داشت و میباید بره. من یادم من جاش میشستم و در اون سن کوچک بهم شماره میدادن و این شماره ها رو دونه دونه کسانی که اومده بودن مطب پدرم رو صدا میکردم و بعد از اینکه ویزیتشون تموم شد باشون حساب میکردم. در اصل خیلی زود ما وارد کار شدم. سالها بعد البته وارد دانشگاه که شدم کارهایی که تو دانشگاه انجام میدونی مثلا نگهبان شبان، اون بخش شبان روزی بودم، شبا نگهبانی میدادم، بعد تو کافتریا کار میکردم، غذا واسه بچه‌ها میکشیدم، میدونی یعنی کارهای از این جور شروع شد و نهایتا دیگه رفتم توی حیطه کاری. کی بحث اقتصاد اومد وسط؟ نسبتاً زود چون بالاخره هر کاری که میکنی در مقابلش دستمزدی وجود داره. خیلی شما فوری ارزش پول رو سریع درک میکنی و ارزش خرج کردن، هنر پول درآوردن و هنر خرج کردن 2 تا و نگه داشتن پول 3 تا، شاید 3 تا هنر متفاوته. شما فرمودین که اطلاعات بین‌المللی و اطلاعات روز در خانواده شما زیاد بوده، پدر پزشک بودن و شما به واسطه ایشون وارد به نوعی دنیای تجارت شدین. اعتماد به نفستون شاید به واسطه بالاخره جایگاهی که از پدر میدیدید حتما تاثیر داشته و یواش یواش حالا وارد فضایی شدین که شاید اون تفکرات مثلا بین‌المللی در دسترس شما بوده. مجموع اینها آیا باعث شد که شریف نظام مافی امروز در جایگاه رئیس اتاق ایران سوئیس، در جایگاه یک تاجر بین‌المللی و تولید کننده قرار بگیره؟ من فکر میکنم همه چی به هم ربط داره. یعنی شما از کوچکترین، من خودم 2 تا بچه کوچیک دارم و حس میکنم که بچه‌ها مثل اسفنجن، شما هر چقدر بهشون داده بدید اینا جذب میکنن و نهایتا این شامل شخصیتشون در آینده خواهد شد. در این صورت منم به عنوان کسی که داشتم در اون دوران بزرگ میشدم مطمئنا اتفاقات دورم رو من اثر گذاشته و این بعد دید بین‌المللی. من به عنوان خاطره بچگی یادمه مادرم برای من یه نقشه جهان خرید، یه نقشه کاغذی که زدم به دیوارم و زیرش پرچم‌های همه کشورها بود. من یادم ساعت‌ها به این نگاه می‌کردم. می‌بایست درسمو بخونم ولی درس نمی‌خوندم، به این نقشه نگاه می‌کردم و پرچم‌ها رو حفظ می‌کردم. مثلا من یکی از کارهایی که دوست داشتم بچگی با دوستام انجام بدم به چالش کشیدنه که کدوم پرچم مال کدوم کشوره. مثلا همیشه در این خوب بودم چون این نقشه همیشه بالا سرم بود. ولی خب می‌دونی این اثر گذاشت و اینکه دفعه اول من خیلی کوچیک بودم وقتی متوجه شدم که همه دنیا فارسی حرف نمیزنن، واسم یه چیز عجیبی بود. چون خب یه بچه کوچکی هستی که فکر میکنی خب اگه داری زبان همه همینا حرف میزنن، وقتی متوجه شدم نه زبانهای دیگه هم هست و تو اینا رو نمیدونی، واسم خیلی عجیب بود. میدونی یعنی شروع در از دید بین‌الملل میشه گفتش که تفاوت‌ها وجود داره، افراد متفاوت هستن، اعتقادات متفاوت هستن و همه مثل خودت نیستن. دانش آموز یا دانشجوی زرنگی بودین؟ نه اصلا، خیلی اصلا. پس هوش اجتماعی به شما کمک کرد. اصلا یعنی من یکی از موضوعات خیلی پدر مادرم سختی کشیدن از دست من. چرا رفتین زمین شناسی؟ ببینید خب من همیشه به کشاورزی علاقه داشتم ولی دانشگاهی که قبول شده بودم کشاورزی نداشت. از این جهت زمین شناسی یکی از نزدیکترین میشه گفت درسایی بود که اون زمان در اون دانشگاه بود و من خب گرایش پیدا کردم و بعد علاقه به معدن پیدا کردم و یه مقدار در اون زمینه هم کار کردم. در زمان دانشجوییتون به فکر پول درآوردن بودین؟ یا چه کارهایی می‌کردین برای پول درآوردن؟ آیا درس رو به نوعی فدای پول درآوردن می‌کردین؟ ببینید خیلی واسم اتفاقا سوال خیلی خوبیه، برای اینکه وقتی که داشتم زمین شناسی می‌خوندم
اصلا نمیتونستم بفهمم چطوری من میخوام از این رشته پول در بیارم. یعنی اصلا واسه خودم خیلی بله، یعنی خود من قانع نبودم که این درسی که میخونم یه روزی ممکنه باعث موفقیت بشه و میدونید اصلا ربطی نداره. شما تحصیلاتی که میکنید ممکنه اصلا ربطی نداشته باشه به کاری که در آینده میکنید، برای اینکه اون درس شما داری زیربنا میسازی، داری زیر ساخت میسازی، داری ریشه رو میسازی. از این جهت زمین شناسی واسه من یه رشته‌ای بود که هیچ وقت ازش کار نکردم، هیچ وقت ازش پولی در نیاوردم، ولی به من یه میشه گفت ساختاری داد که بعداً روش ساختم. معمولا افراد موفق تا یک سن مثلا شاید 17-18 سالگی رو مسیر رو طی می‌کنن که همه افراد توی هر جامعه‌ای طی می‌کنن. شاید تفاوتی مثلا بین کسی که توی ایران داره تحصیل می‌کنه و کسی که توی آمریکا داره تحصیل می‌کنه تا 17-18 سالگیش نباشه از نظر جامعه. اما از اونجاست که تغییر شروع میشه. یعنی برمیگردین مثلا به اون فرد موفق می‌بینید که توی 18 سالگی یک کاری کرده، یک اختراعی کرده، حالا یک ایده رابی به ذهنش زده، بعد رفته سراغ اون مشهد تو 30 سالگی به جواب رسیدن. شما اون مسیر توسعه یافتگیتون از کی شروع شد؟ یعنی زمانی که مدرسه تمام شد و وارد دانشگاه شدین کی احساس کردین، اگر الان برگردین به عقب، چه زمانی احساس کردید اون حرکت باعث شد که مسیرتون تغییر کنه؟ من فکر میکنم زمانی که وارد MBA شدم، یعنی وارد فوق لیسانس مدیریت و به خاطر رشته شروع کردیم کتاب‌ها و جزوه‌ها و کیس استادی‌های متفاوت رو خوندن. شما آمریکا درس خوندین؟ بله. خب قبل از اون حرکتتون، مهاجرتتون به چه صورت بود؟ ببینید من یعنی اپلای کردین رفتین آمریکا MBA خوندین؟ نه من خیلی زودتر رفتم. من کوچک بودم که رفتم سوئیس. تحصیلات درس من راهنمایی دبیرستان البرز بودم، بعد رفتم تحصیلاتمو در سوئیس تمام کردم و بعد وارد دانشگاه در آمریکا شدم و اصلا همیشه قصدم این بود که در آمریکا بمونم و زندگی کنم و خیلی دیرتر تصمیم گرفتم که این زندگی باب طبعم نیست، این مدل میشه گفت رقابت در جامعه خیلی باب طبعم نیست و خب تغییر روش دادم و کارم عوض کردم و گشتم. ولی اون سوالی که شما پرسیدید در مورد که کی شما متوجه شدید، من فکر کنم در زمان MBA بود که شما یهو متوجه میشین پشت همه چی یه مدیریت هست، پشت همه چی یه فرایند هست و این فراینده که در اصل شما در روز که بیدار میشید، همین الان که مثلا اینجا ما برق داریم، اینجا حالا شاید برق مثال خوبی نباشه الان ترین مقطع زمانی ما صحبت برق رو کنیم، ولی همین که شما پا میشید میایید سوار ماشینتون میشید، یه فرایند باعث شده که این ماشین ساخته بشه، یه فرایند باعث شده که این بنزین توی ماشین شما باشه، یه فرایند باعث شده که این آسفالت ها، این خیابون ها کشیده بشه و شما برسی به جایی که میخوای. فهمیدن این موضوع باعث شد که بعد مدیریت واسه من خیلی محسوس بشه و دیده بشه و علاقه بند بشم به این موضوع. اینو چطور برای خودتون تعمیم دادین؟ چطور این در شریف نظام مافی اثر کرد و دنبال یک فرایند گشت؟ اون فرایند چی بود؟ ببینید خیلی میشه گفت اتفاقا چند وقت پیش با دخترم داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به جای پای کربن روی هر محصولی که بهش میگن به انگلیسی میگن کاربن فوتپرینت، که شما هر محصولی که دارید بالاخره یه انرژی پشتش صرف شده، یه کربنی تولید شده، CO2 تولید شده و این باعث شده که این محصول به دست شما برسه. من فکر میکنم فهمیدن این موضوع که در اصل چی باعث شده، به عنوان مثال همین لیوانی که ما الان اینجا داریم چی باعث شده پشت این، چه فرایندی باعث شده که این الان اینجا باشه، چجوری ساخته بشه، چه مواد معدنی در اصل اکتشاف شده، تولید شده، به بهره‌وری رسیده و شما الان نشستی داری از این استفاده میکنی. اینه که باعث میشه شما متوجه بشی پشت همه چی یه سیستمی هست، یه فرآیندی و بهتر کردن این، بهینه کردن این میتونه شغل شما بشه، میتونه کار شما بشه و من اینو دنبال کردم. کی وارد دنیای تجارت شدین؟ نسبتا زود. من وقتی دانشگاهم تموم شد، یعنی وقتی که MBA تموم شد، خیلی سریع استخدام شدم در یک شرکتی که در از اون زمان میشه گفت اولین شرکت‌های .com بودن یا شرکت‌های اینترنتی بودن و این شرکت در اصل بازارساز بود، یعنی در شروع اولیه بازار بود. ولی خیلی زود من علاقه پیدا کردم به شرکت‌های بزرگ و شرکت‌هایی که ساختار داشته باشن. از این جهت به امریکن اکسپرس رفتم، استخدام شدم اونجا. از قضا اون شرکت اینترنتی در کرشی که اون سال بود برشکست شد، ولی من دیگه رفته بودم و اونجا ما شاید روی اولین مدل‌های سیری کار کردیم. سیری که الان شما مثلا میگی رو تلفن جواب یا گوگل تا که جواب میده، ما روی مدل‌های اولی برای پایین آوردن
در اصل مخارج شرکت در پاسخگویی به مشتریاش. یعنی ما حساب کرده بودیم که هر تلفنی حدوداً $4.5 خرج برمی‌داره واسه شرکت. ما سعی می‌کنیم با این مدل‌های گفتگوی اینترنتی اول جلوگیری کنیم از تلفن و پاسخ بدیم که الان بعدها تبدیل شد به این مدلی که شما الان حتی تا AI داره الان جلو میره که دنیا رو گرفته. درسته. گفتین AI الان اون ایده سیری اون زمان خیلی ایده نوعی بوده، ایده جدیدی بوده. امروز هم AI فکر می‌کنید آینده بیزینس ما در AI و هوش مصنوعی چه اتفاقی توش میفته؟ آیا ما الان داریم پا به پای جهان جلو میریم توی AI؟ در ایران که نه، ما در ایران متاسفانه خیلی عقب هستیم، ولی AI من فکر کنم همون اثری رو خواهد داشت که اومدن تلفن یا تلگراف به دنیا داشته. از این جهت یه تحولی است که میتونه اثراتش روی پایین بردن هزینه‌های فرآیندهایی باشه که ما داریم صحبتش الان می‌کردیم. یعنی در این صورت شما اگر یه بیزنس باشید همیشه دنبال پایین آوردن مخارج هستید، برای اینکه بزرگ کردن بازار بالاخره محدودیت‌هایی داره. هم رقیب هست، هم قوانین بوروکراسی هر مملکتی هست، هم مشکلات بین‌المللی هست. در این صورت شما همیشه به عنوان مدیر دنبال پایین آوردن مخارج تولید هستید، مخارج دادن سرویس هستید. AI من فکر کنم ما اولین اثراتش رو در زندگی روزمره‌مون در این بعد فرآیند ببینیم. پایین آوردن مخارج تولید، پایین آوردن مخارج سرویس دادن. و شما اینو می‌بینید دیگه الان در اصل شما همین الان با شرکت‌های خارجی که صحبت می‌کنم رو تمامی کامپیوترهاشون، لپتاپ‌های کارمنداشون AI نصب شده، چت جی پی تی نصب شده و دارن استفاده می‌کنن. یعنی روزانه دارن استفاده می‌کنن. درسته. برگردیم به امریکن اکسپرس. کار کردن در سن جوانی در یک شرکتی که در سطح جهانی داره کار میکنه برای شریف نظام‌آفی چه تجربه‌ای به همراه داشته؟ چه تجربه‌ای رو اون روز شما به دست آوردید و شاید الان دارین در بیزینس‌های خودتون به کار ببرید؟ ببینید دو تا بخش داره. یکیش دیسیپلینه، یکی دیسیپلین کاریه و یکی کنترله. و این دوتا خیلی به هم ربط داره. و شرکت امریکن اکسپرس یه شرکت بی‌نظیری از لحاظ ساختار، از لحاظ در اصل میشه گفت سیستم‌های داخلیش، از لحاظ آموزش دادن. من خودم مثلا اونجا آموزش سیکس سیگما رو دیدم، در صورتی که مثلا کمتر شرکتی از بیاد رو کارمنداش اینطوری سرمایه‌گذاری بکنه. نهایتاً دیسیپلین باعث میشه که شما بتونی در سیستم کار بکنی و گوش کنی. یعنی وقتی که تصمیم گرفته میشه، شما حتی اگر از لحاظ شخصی با این تصمیم مخالفی، ولی چون توی تیم کار میکنی به طرف تصمیم میری و سعی میکنی تصمیم رو پیاده سازی کنی و بهترین نفع. حتی اگر شخصا فکر کنی تصمیم اشتباهه. ما یکی از ضعفایی که در شرکت‌های ایران به خصوص در خطهای تولید داریم اینه که خیلی وقتا مدیرا تصمیم رو قبول ندارن و پیاده نمیکنن، در صورتی که مثلا مدیر عامل تصمیم گرفته، هیئت مدیره تصمیم گرفته ولی طرف قبول نداره تصمیمو. میدونید این صورت چالش برانگیز میشه. نکته دوم کنترله و این کنترل یعنی اینکه شما هر وقت توی جمع نشستی بتونی فکرتو کنترل کنی، بتونی گفتمانتو کنترل کنی، بتونی قشنگ نظراتتو بدی که بقیه رو قانع کنه و این همش برمیگرده به کنترل. شما اگر کنترل نداشته باشی رو خودت توی جمع نمیتونی پیشرفت کنی، به عنوان یه هم تیمی نمیتونی پیشرفت کنی، برای اینکه سعی میکنی در اصل منحصر به فرد کار کنی یا نهایتاً سعی میکنی که از بقیه جلو بزنی یا تیمی نباشه. میگم مشکلات پیش میاد. اصلا کنترل و دیسیپلین این دوتا به نظر من پایه‌هایی بود که من اونجا یاد گرفتم. در شرکت‌های بین‌المللی، شرکت‌های درجه یک که قطعاً به قول شما دیسیپلین خاص خودشو داره، سیستم خاص خودشو داره، نظرات فردی مدیر چقدر تاثیر داره؟ خیلی تاثیر داره. نظرات فردی رو ارج میدن و نمیخوان که شما ساکت باشید. یه مدیر ساکت مدیر به نظر من خوبی نیست. مدیر باید اعتماد به نفس داشته باشه، مدیر باید بهش فضا داده بشه که بتونه نظرشو بده بدون اینکه ترس داشته باشه. یه مدیر ترسو به چه درد میخوره؟ میدونی یه مدیری که فقط فکر اینه که هیچی نگه که خدای نکرده میزشو از دست نده، این به نظر من ارزشی نداره. در شرکت‌های خصوصی نگرانی از دست دادن میز وجود نداره، اما نگرانی از اشتباه وجود داره. خب اشتباه منجر به از دست رفتن میز میشه. در این صورت من فکر میکنم اتفاقا اشتباه خوب داریم و اشتباه بد. اشتباه خوب اشتباهی است که شما ازش یاد میگیری، میدونی که بی‌غرض بوده، میدونی این اشتباه بالاخره تجربه است و اون وقت میتونی ازش یاد بگیری. یعنی شما باید بتونی در هر شرکتی
یه صندوق یاد گرفته داشته باشی. یعنی وقتی که ما اشتباه میکنیم این تجربه این شکست، تجربه این اشتباه تبدیل به ارزش بشه، به جای اینکه تو سر خودمون بزنیم بگیم آیا چون. نکته بعدی اینه که اگه شکستی باشه که به خاطر عدم میشه گفت اجرای فرایند و دستوراتی که داده شده است. یعنی فرایند ساخته شده، فرایند داره اجرا میشه، مدیر تصمیم میگیره اجرا نکنه به خاطر اینکه سلیقه شخصیه، این باعث به اشتباه و شکست میشه. اون فرق داره. ولی من فکر میکنم باید اجازه داد مدیرها اشتباه بکنن، باید اجازه داد کارمند اشتباه بکنه تا اینکه شرکت پیشرفت بکنه. درسته. چند سال در امریکا بودین و بعد از اون چیکار کردین؟ من حدود 15 سال امریکا بودم. بعد از اون برگشتم ایران و دیگه الان ساله که خدمت شما هستم. فرمودین که نمیتونستید جو اونجا رو تحمل کنید. چه جوی؟ نه، مسئله تحمل نبود، مسئله بیشتر باب طبع نبود. میدونیم مملکت به هر جهت پیشرفته‌ای از لحاظ اقتصادی، خیلی همه میشه گفت پیشرفتایی که جدیداً در تکنولوژی جهان بوده همش از اونجا بوده. از این جهت نمیشه اونو نهی کرد. ولی در ضمن بالاخره من ایرانی هستم، من طرفدار پرسپولیس هستم. پوستر علی پروین همیشه رو اتاق دانشگاه بود. بله، آقای محمدخانی، فتاوادی، پنجلی، ما اون دوره ایم. در این صورت اینا مثلا من آبونمانم به دنیای ورزش و کیهان ورزش هیچ وقت قطع نشد در این 20 سال خورده ای که خارج بودم، همیشه واسم می اومد. از این جهت خب یه کسی که اینطوریه خیلی عشقش به مملکتش بیشتره. بسیار. چرا به شخصیت علی پروین علاقه داریم؟ علی پروین شخصیتش شاید با چیزی که من امروز از شما میشناسم کاملا متفاوت باشه. خب ببینید، علی پروین من آخر دوره بازیگریشو دیدم. یعنی یادم اولین بازی که دیدم در امجدیه بازیش بود در مقابل، اگه اشتباه نکنم، تیم وحدت و دوگه اون موقع دیگه آخر نزدیک بازنشستگیش بود. ولی خب تیم جدید داشت می آمد و خب بیشتر میشه گفت از داستانهای علی پروین ما مجذوب بازیگر شدیم، نه از دیدن، چون دیگه اون دوره طلایی فوتبال ایران رو من ندیده بودم. میدونی اون زمانی که ایران رفت جام جهانی و علی پروین و حجازی و حسن روشنی بودن، من بچه بودم. من دوره محمدخانی و فتاوادی و بهروز سلطانی و شکست‌های پی در پی تیم ملی همیشه ما قصه می‌خوردیم که چرا تیم ملی ما میره مسابقات آسیایی، چون و به اختلاف مثلا یه پنالتی یا یه گل از کویت و نمیدونم اینها بد بازی می‌کردن همیشه. خلاصه خیلی دوران دردناکی بود به عنوان پشتیبان فوتبال. درسته. امروز هم همچنان دنبال می‌کنید فوتبال رو؟ نه دیگه. من دیگه وضعیت تیم ملی بهتر شده البته. بله خیلی. نه البته اون دور نه، بعدها که خیلی تیم ملی پیشرفت کرد و به درجات بهتری هم رسید. ما دوره دردناکش طرفدار بودیم و پرسپولیسی بودیم و من یادم حتی زمانی که یه بازی پرسپولیس از استقلال باخت، من البرز میرفتم، اصلا روز بعد من نتونستم برم مدرسه، اصلا نرفتم. میدونستم که همکلاسی‌ها منتظرم، من استقلالیای کلاس، اصلا نرفتم. خودمو زدم به مریضی و موندم خونه. درسته. کاش من اون روز بودم. خب برگردید، شما برگشتین ایران و خب این الان این که گفتی الان باعث اختلاف میشه. خب شما برگشتین ایران و کار تجارت رو به نوعی شروع کردین. چی کار کردین بعد از بازگشت به ایران؟ من وقتی برگشتم ایران فوری استخدام شرکت بازرسی SGS شدم و تغییر تحولاتی که در SGS رخ داد ظرف حدود مثلا 6-7 ماه به بحران رسید و خیلی از طریق فورس ماژور مدیریت شرکت ما تصمیم گرفت که منو مدیر عامل بکنه و من هیچ وقت تجربه مدیر عاملی نداشتم. میگم در اصل میشه گفت مدیر میانه بودم و یه ساختار 600 نفری با 11 تا دفتر، میدونین خیلی شرکت مهم، مراوده با سازمان استاندارد، نقاط حساس در بنادر. خیلی این واسه من واقعا مثل دانشگاه بود در دوره‌ای که مدیر عامل این شرکت بودم و خب شرکت رو تر تمیز کردیم، تونستیم دوباره به سود برسونیمش، خیلی در حال رشد تحویلش بدیم. تجربه شما در امریکن اکسپرس کمک کرد؟ اون دو بودی که خدمتتون عرض کردم، دیسیپلین و کنترل. ما اشاره کردیم به خصوصیتی که شرکت‌های آمریکایی داشتن و شما البته اونجا تجربه کردین. الان ما با این رویه روبرو هستیم که اکثر شرکت‌های ایرانی خیلی زود با رویاهای بزرگ شروع می‌کنن، 1-2 سال که میگذره درگیر مشکلات میشن و نهایتاً شاید در ظرف 3-4-5 سالگی اکثر شرکت‌ها تصمیم می‌گیرن که کار رو تعطیل کنن. شرکت‌های موفق جهان که شما تجربهشو دارید مثل شرکت بولر، شرکتی هستن که چند دهه
کار میکنن، چند دهه فعال هستن، چند نسل جابجا میشه و اون شرکت همچنان پابرجاست. فکر میکنید چه دلیلی باعث میشه که اون شرکت ها بتونن چند دهه فعال باشن و نقطه ضعف شرکت های ایرانی چی هستش؟ ببینید، خب البته محیط فضای کاری، فضای تجاری، فضای اقتصادی خیلی مهمه. شرکت های ایرانی با یه چالش میشه گفت محیطی درگیر هستن که خب شرکت های سوئیسی نیستن، شرکت هایی که در کشورهای دیگه این موضوعات دارن ندارن این مسائل. ولی اگر بخوایم از بعد مدیریت نگاه کنیم، خیلی از شرکت های خصوصی ما، من با شرکت های دولتی و خصوصی کار ندارم، ولی شرکت های خصوصی ما این ترانزیشن به مدیریت حرفه‌ای رو انجام نمیدن. همیشه در بعد خانوادگی میمونن یا یکی دو تای اول کسایی که شرکت رو شروع کردن و هیچ وقت اعتماد به مدیران حرفه‌ای نمیکنن و خب این باعث میشه شرکت گسترش پیدا نکنه و شرکت به بحران بخوره و نهایتاً وقتی که اون نسل اول یا اون یکی دو نفر اول که شرکت رو شروع کردن به هر دلیلی از شرکت جدا شدن، شرکت به مشکل خواهد خورد. این یه موضوع دوم اینه که ما هیچ وقت پیاده سازی سیستماتیک در شرکت هامون نداریم. هیچ وقت به سیستم بندی و فرآیند سازی اعتقاد نداریم. در این صورت وقتی که یک کاری انجام میشه از اشتباهاتمون درس نمیگیریم. از این جهت میگم ضعف‌های ساختاریه که کاملا برطرف کننده است. میدونی یعنی این نوع شرکت‌های ما شرکت‌های بسیار عالی هستن، ایده ها بسیار عالیه، یه مقدار ضعف ساختاری داریم. بیشتر راجع به ساختار برام صحبت کنیم. شما الان بعد از چند دهه فعالیت و تجربه در شرکت‌های بین‌المللی، این ساختار برای شما چه معنایی داره و چطور ما میتونیم ساختار رو پیاده کنیم؟ حالا ساختار تعریفش در شرکت‌های ما تقریبا میشه گفت که حالا تیم سازی معنا میشه به نوعی، شاید یک فرایندی که بتونیم بگیم که مثلا هدف اون شرکت هستش تعریف میشه. تعریف شما به طور دقیق از ساختار در شرکت چی هستش؟ ببینید، شما باید تداوم بهتر شدن داشته باشید، یعنی تداوم اینکه سیستم هاتون بهتر بشه. چطور این کار رو میکنید؟ اول سیستم رو باید ساخت، بعد باید ابزاری رو در اختیار مدیریت گذاشت که ببینیم این سیستم داره چیکار میکنه. آیا داره جواب میده؟ آیا در از میجرمنت، در از اون قسمتی است که شما داری اندازه گیری میکنی، میخوای ببینی که آیا این ساختاری که من ساختم، این فرآیندی که ساختم داره جواب میده یا نه. بهتر شدن، بهبود یافتن، بهینه کار کردن از رو اعداد میاد. در اصل شما باید بتونی دیتا جمع کنی روی فرآیندت. وقتی این کارو میکنی اون وقت بهتر میشی، هی کانتینیوسی بهتر میشی، هی مثل یه چرخه در از بهتر شدنه. این کارو نکنیم اتفاقی در صنعت خودرو افتاده میفته، یعنی شما هی کیفیت محصولاتت پایین و پایین و پایین‌تر میره. برعکس تو بخش خصوصی شما نگاه کن، محصولات به خصوص تو صنایع غذایی ما شرکت‌هایی هستن که هی دارن بهتر و بهتر و بهتر میشن، محصولات بهتر میارن، اینویشن دارن، نوآوری دارن. این موضوع به نظر من برمیگرده به چرخه در از بهره‌وری بالا. آقای رضا مافی، سوئیس در سیاست معنای خاصی برای ما داره. حافظ منافع امریکاست، زیاد اسمش رو در خبرها میشنویم و خب به عنوان یک کشوری که شاید به صلح شناخته میشه در جهان معروفه. در تجارت سوئیس کجای بازی با ایرانه؟ ببینید، سوئیس همونجوری که شما به درستی گفتید، خب بالاخره یک کشوری است که از سالهای سالی که بی‌طرف بوده و سعی کرده بی‌طرفیشو در جوابع بین‌المللی حفظ کنه. در تجارت با ایران به نظر من اینو همیشه گفتم، در بعد و شروع اتاق ایران و سوئیس ما همیشه اینو میگفتیم که یک اقتصاد مکمل ایران داره، یعنی دقیقاً صادراتی که ما میتونیم داشته باشیم مورد نیاز اوناست، صادراتی که اونا میتونن داشته باشن مورد نیاز ماست. یعنی ما میتونیم با اقتصاد سیاسی خیلی اخت بگیریم از لحاظ مکمل بودن. ولی مشکلات موجود فضای تحریمی که ایجاد شده خب این اجازه رو نمیده. بالاخره یک کشوری است که ما همسایه نیستیم. شما به راحتی نمیتونی یک کامیون جنس بفرستی به زوریخ جوری که میتونی یک کامیون جنس بفرستی به بغداد یا به کابل یا حالا به کشورهای همسایه. این موضوع باعث شده خب اقتصاد این در از این مراوده اقتصادی ما رکود داشته باشه. ولی در نظر بگیرید با وجود تحریم‌های سنگین فرامرزی که وجود داره، شرکت‌های سوئیسی از ایران نرفتن. الان شرکت‌های اصلی که در ایران سرمایه‌گذاری کردن خارجی عمدتاً سوئیسی هستن و عمدتاً موندن. نه مثل شرکت‌های ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی هم که الان دارن جمع می‌کنن میرن، ولی نهایتاً مثل ایتالیا یا فرانسوی روز اول نکشیدن بیرون، هنوزم هستن، هنوزم دارن کار میکنن. این خیلی مهمه از بعد رابطه دو تا کشور ما به این موضوع درک کنیم که حمایتشون کنیم، یعنی اینا رو سعی کنیم چوبلا چرخشون نذاریم. یعنی منظور من از چوبلا چرخ یعنی اینکه یه تحصیلاتی واسهشون قائل بشیم، از لحاظ اینکه کمکشون کنیم بتونن کاراشون رو ببرن جلو. تجارت با عرب ها معمولا یه خصوصیت خاص خودشو داره.
معمولا در همه کلاس‌های آموزشی در مورد تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس این نکته همیشه قید میشه که شما در جلسه اول حتما یک هدیه به طرف عرب بدین توی تجارت. این باعث میشه که بالاخره یک اعتمادی به وجود بیاد، یک رفاقتی به وجود بیاد. این همچین خصوصیاتی در تجارت و در فرهنگ‌ها برای خود من خیلی جذابه. سوئیسی‌ها چه خصوصیاتی دارن؟ فرهنگ تجارت با سوئیسی‌ها به چه شکل هستش؟ از بعد کادو دادن بهتره هیچی ندید. هیچی ندید. هیچی ندید. نه ما ببینید خیلی سریع میرین سر اصل موضوع. خیلی آداب و معاشرت تعارفی مثل ما ندارن. خیلی وارد بحث خصوصی نمیشن. خیلی سریع میرن سر موضوع و خیلی میشه گفتش که راه حل محور هستن. یعنی اگر مشکلی پیش بیاد اصولا شرکت‌های سوئیسی راه حل محورن و سعی میکنن در چارچوب قوانین موجود، در چارچوب قوانین کامپلاینس یا حالا قانون اون کشور راه حل پیدا کنن. ولی از تجملگرایی، از کادوهای غیر متعارف اصلا این تیپی نیستن. واقعا آن تایم هستن سوئیسی‌ها؟ بله، سوئیسی‌ها آن تایم هستن. وقتی که من شنیده بودم شما میتونی ساعت تو با ساعت رفت آمد قطارهاشون تنظیم بکنی و یک دفعه که اتفاقی افتاد که قطارهای سوئیس به تأخیر خوردن جزء اخبار بین‌الملل بود. یعنی اینقدر سر صدا کرد. ما البته به این ببینید برمیگرده به همون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم، دیسیپلین. یعنی شما در هر شرکتی، در هر کاری که میکنید باید دیسیپلین داشته باشید. شما اولین چیزی که متوجه میشین وقتی میرین سوئیس دیسیپلین کاریشونه، دیسیپلین فرهنگیشونه، دیسیپلین رانندگیشونه، دیسیپلین قوانین و مقرراتشونه. اینا باعث میشه که یه شرکت پیشرفت کنه، اینا باعث میشه که یه شرکتی تازه بتونه ساختارهای آیندهش رو بسازه. شما دیسیپلین نداشته باشید از بعد به ورود شرکت شما میفهمی این شرکت دیسیپلین داره یا نه. همون ورودی رو نگاه بکنید، نظافت رو نگاه بکنید. من خیلی شرکت تو ایران رفتم، شاید به خاطر شغلایی که داشتم شرکت‌های زیادی رو رفتم دیدم از نزدیک. شما از دکوراسیون و نظافت بخش اداریشون میتونید بفهمید طرز فکر مدیریت چیه. فقط نظافت. یه مثال خدمتتون عرض می‌ذارم. شما فرودگاه امام تشریف بردید. جاده تهران قم بریم پایین یه مرکز استراحت و مهر و ماه فکر کنم. اونم رفتین حتما. تفاوت این دوتا چیه؟ خب نظافت توی مجتمع، دیسیپلین برمیگرده به کنترل. یکی مدیرش بالا سر همکاراشه که اینجا درست مدیریت بشه، نظافت داشته باشه، شما کیف میکنید. من هیچ جا به این تمیزی در حتی اروپا ندیدم اینقدر قشنگ و تمیز مدیریت بشه. از اون طرف فرودگاه رو میرید که من فکر میکنم حتی پنجره‌هاش هم سالی یه بار تمیز نمیکنن. هیچ ربطی هم به تحریم نداره. موکتش پاره است، لک داره، روش یه چیزی ریخته، مثلا 3 سال پیش چیزی ریخته تمیز نکردن. چیزش پارکینگش میری آدم مثلا میترسه پارکینگ فرودگاه میره. یه چیز تاریکه اصلا وحشتناک. میدونید اینا همش برمیگرده به دیسیپلین. چرا ما نمیتونیم یه فرودگاه، من به تحریم کاری ندارم، تحریم خیلی هم ناجوانمردانه است، خیلی هم درست نیست، ولی ما که خودمون میتونیم مدیریت خودمون رو بالا ببریم. خودمون که میتونیم فرودگاهمون رو جوری درست بکنیم که وقتی یک شخص خارجی میاد این دروازه ورود به خانه‌تونه. همون خدمتتون عرض کردم، شما وقتی وارد یه شرکت میشید سرویس بهداشتیش رو میبینی، قسمت نشیمنش رو میبینی، جایی که پذیرایی میکنن، فوری طرز فکر مدیریت رو میفهمی. فرودگاه ما هم طرز فکر مدیریت رو داره نشون میده. بخش خصوصیش هم همون جاده تهران قم رو تشریف ببرید در مهرما شما میبینید. شما در اتاق سوئیس دوره همی برگزار میکنید، ایونت اسکی برگزار میکنید. اتفاقاتی میفته که ما کمتر در شرکت‌های داخلی و ارگان‌های داخلی دیدیم. این همون نکته نظافت و همون نکته چطور به نظر رسیدن هستش و آیا افرادی که با اتاق ایران و سوئیس در ارتباط هستن، چه کارمندان چه افرادی که عضو اتاق میشن، این ایونت ها چه تأثیر در اونها میذاره و آیا این یک ایده ای از مدیریت هستش یا صرفا یک علاقه؟ ببینید ما وقتی که اتاق ایران و سوئیس رو شروع کردیم با هیئت مدیره بسیار فعال و میشه گفت علاقه‌مند به موضوع تجارت، بحثمون این بود که اینجا باید مثل یه شرکت مدیریت بشه. درسته یه NGO یه شرکت یه اتاقه، ولی نهایتا باید مثل یه شرکت درست بشه و مدیریت بشه. در این صورت خیلی برنامه‌هایی که ما اجرا می‌کنیم در
پیرو این طرز فکره که بهترین رو انجام بدیم، با دیسیپلین انجام بشه، درآمدی داشته باشه که بتونه مخارج اتاق بده، ما متکی به کسی نباشیم. اتاق ایران سوئیس شاید یکی از معدود اتاقایی است که کمترین کمک‌های مالی رو از اتاق ایران میگیره. خودمون تونستیم دفتر خودمون رو بخریم با کارآمد، مثل یه شرکت مدیریت میشه. ولی در زمینه نوع فعالیت این برمیگرده به ایجاد یه پلتفرم. این پلتفرم باید اجازه بده که اعضایی که میان بدون رو درواسی بتونن اینجا منافع تجاری خودشون رو پیش ببرن. واسه چی اومدن عضو شدن؟ واسه چی اومدن تو این ایونت شرکت کردن؟ برای اینکه یه منفعت تجاری میخوان از این موضوع داشته باشن. ما نباید از این موضوع خجالت بکشیم. خیلی وقتا فکر میکنیم وقتی صحبت درآمد میشه، وقتی صحبت پول درآوردن میشه، باید یه مقدار خجالت بکشیم و خیلی مطرح نه. ما اگر بخوایم اقتصاد رشد کنه باید خیلی بدون رو درواسی منفعت شرکت‌های خصوصیمون رو حمایت کنیم. شرکت خصوصی ما باید بتونه مچ بشه با پارتنر خارجیش، باید مچ بشه با همکار داخلیش و بتونن با هم کار بکنن. ما سعی کردیم این پلتفرم رو ایجاد کنیم با برگزاری در اصل میشه گفت برنامه‌های متفاوت و متنوع. شما چندین سال رئیس اتاق ایران و سوئیس هستین. چه تجربه‌ها و دستاوردهای موفقی داشتین از اتصال شرکت‌های ایرانی و سوئیسی؟ خب ببینید، ما در اصل با وجود اینکه الان به خاطر تحریم‌ها کارهای جدید این نوع کم شده، ولی سابقا خب خیلیش تونستیم شرکت‌های سوئیسی رو که بیاریم در ایران سرمایه‌گذاری کنن، کار را بندازن، دفتر داشته باشن، یعنی پارتنر ایرانی پیدا کنن، همتای خودشون رو بشناسن. این کار اتاقه، کار معمولشه، کار خیلی پیچیده و میشه گفت غیر متعارفی نیست. شما کلا در دنیای تجارت چه نکته‌ای از چه شخصی چه جایی شنیدین که شاید نگاه شما رو عوض کرده باشه؟ همیشه اون گوشه ذهنتون بوده باشه، توی هر جلسه‌ای که میرید اون جلوی چشمتون باشه. بعضی اوقات گاهی اوقات پیش میاد که شما یه نکته‌ای، کسی یه چیزی میگه، یه حرکتی انجام میده، این مدام سالها توی ذهن آدم هست. شما همچین تجربه‌ای داشتین؟ بله یه گفته‌ای رو یکی از دوستانی که در ایران خیلی فعال هستن، حالا نمیخوام نامشون رو ببرم چون بدون اجازه شاید درست نباشه، ولی ایشون روز اولی که من مدیر عامل SGS شدم به من گفتن که تو ایران شاید هر کسی نتونه کمک کنه که شما کار رو انجام بدید، ولی تقریبا هر کسی میتونه کار رو خراب کنه. در این واسه من همیشه سعی کردم اینو یادم بمونه. شاید همیشه به این گوش نکردم، همیشه شاید پیرو این حرف نبودم، ولی واسه من خیلی اثر داشت این موضوع که شما وارد یه بازار متفاوت شدید. از بعد خارجی اگر بخوایم افرادی که در خارج فعال هستن، من فکر کنم مایکل پورتر که نویسنده کتاب‌های متعدد در مدیریت هست بیشترین در اثر رو من داشته از طرز فکر مدیریتی، که میگه محصولی که الان داری، موفقیتی که الان داری، سرویسی که الان میدی تضمین موفقیت آیندت نیست. باید بتونی وجه تمایزت رو نگه داری با رقیبت، یعنی هی باید بهتر بشی، هی باید متفاوت تر بشی، اگر نه کپیت میکنن. شما به عنوان مثال دقت کنین در راه شما چند تا اکبر جوجه هست. خب یه اکبر جوجه یه زمانی شروع شده، موفقیت داشته، همینجور کپیش کردن. اون اکبر جوجه اصلی میبایست تنوع داشته باشه، میبایست نوآوری داشته باشه که بتونه جلوی بازار قرار بگیره. الان کپیش کردن، حتی اسمش هم بنده خدا رو کپی کردن دیگه، اصلا هیچ اثری از اون کس اول نمونده. ما اینو تو بازار داریم. حالا من مثال خیلی ساده‌ای رو مطرح کردم، ولی شما اینو در زمینه تکنولوژی هم دارید. شما یه زمانی مطمئنا یادتونه تلفن‌های نوکیا، همه نوکیا داشتیم. الان نوکیا کجاست؟ یه زمانی هممون ویدیوهای VCR و بتاماکس و اینا داشتیم. الان اونا کجان؟ می‌دونید این صورت تغییر، و الان این تغییر رو شما دارید می‌بینی. الان تغییر رو در خودروهای الکترونیک داری می‌بینی، تغییر رو در خودروهای بدون در اصل راننده داری می‌بینی و حتی در روباتیکس داری می‌بینی. شما دیگه الان ما اصلا در تهران پیک موتوری داریم. الان پایتخت‌های کشورهای صنعتی پیک موتوری دیگه ربات داره میشه، دیگه شخص نیست. برمیگردیم به همون منطقه آوردن پایین مخارج تولید و سرویس. شاید بچه‌های ما، نوه‌های ما دیگه اصلا واسهشون خیلی غیر عادی باشه رانندگی که تصدیق بگیرن یا مثلا رانندگی بلد باشن، میدونی، یا اصلا مسئله بنزین اصلا دیگه از دنیا حل بشه، مسئله آلودگیمون حل بشه، مسئله استفاده از منابع نفتی از بین بره با اومدن خودروها و حالا تکنولوژی هایی که بر اساس باتری و تجدیدپذیر خواهند بود. تجربه ما ثابت کرده معمولا در کشور حالا در مقابل تکنولوژی های جدید حداقل چند سالی مقاومت میشه.
فکر می‌کنید آینده اقتصاد کشور در آینده به چه سمتی میره و ما چه شرایطی رو مثلا در 10 سال آینده تجربه خواهیم کرد؟ خیلی نامعلومه. من به عجلت ببینید کار هر بیزنسمنی، کار هر مدیری اینه که سعی کنه آینده رو پیش بینی کنه برای صاحب سهم، برای مالک، برای برجه سهامدارا. ما الان در غرب هم مشکل داریم. حتی شرکت‌های غربی دیگه بودجه بندیشون 1 ساله نیست، 3 ماه است. یعنی بر اساس دیتای 3 ماه تصمیم میگیرن، نه بر اساس دیتای 1 ساله، در صورتی که در سابق ما 1 سال همیشه بودجه بندی میکردیم. ما الان تو ایران عرف اینه که بگیم بشینیم دور میز حدودای مثلا 1-2 ماه به عید مونده، بگیم خب پیش بینی ما این که سال آینده دلار چند میشه چیه؟ یکی میگه 20%، یکی میگه 50%، یکی میگه 70%، یکی میگه اصلا تغییر نمیکنه. بودجه رو شما بر اساس این میبندی و اون وقت این که چقدر فکر میکنی بازارت رشد خواهد کرد. این روش متاسفانه روش غلطیه. این روش مدیریت نیست، بر اساس اون چرخه بهره وری بالا بردن نیست. ولی ما چاره ای نداریم. میدونیم ما تا مسائل مشکلات اقتصادیمون که راه حل اقتصادی نداره حل بشه خیلی فاصله داریم و این فاصله باعث میشه که من اصلا نتونم جواب سوال شما رو بدم. فکر می‌کنید دیپلماسی چقدر میتونه به اقتصاد و تجارت کشور ما کمک کنه؟ معمولا ما اتفاقات زیادی افتاده که از محل سیاست لطمه اقتصادی خوردیم. فکر می‌کنید چقدر واقعا میتونه دیپلماسی ما به اقتصاد کشور کمک کنه؟ 100%. ما تمام مشکلات اقتصادیمون میگم راه حل اقتصادی نداره، راه حل سیاسی داره. شما همین مسئله سوبسید رو نگاه کنید، در تمامی تولیدات ما اثر میذاره، در تمامی مسائلی که ما داریم از لحاظ صادرات واردات اثر میذاره. در این صورت آیا ما میخوایم یه جامعه سوبسیددار باشیم در 10 سال آینده؟ اگر جواب آره است، این یه جواب تصمیم سیاسیه، تصمیم اقتصادی نیست. در این صورت جواب شما بله، 100% اثر داره. ببینید انقدر مسائل ما پیچیده است که راه حلش 1-2 تا نیست، یا شما نمیتونی بگی من یه دونه جواب دارم یا یه مسئله رو شما حل کنید همه چی خوب میشه. من فکر میکنم باید طرز فکر عوض بشه. یعنی تا زمانی که شما شرکت‌های دولتی داری، شرکت‌های خصوصی داری، وزارتخونه‌هایی داری که عمدتاً با بخش خصوصی رقابت میکنن، شما همیشه مشکل عدم رشد بخش خصوصی رو داری. هیچ اقتصادی با اقتصاد شرکت‌های دولتی در دنیا رشد نکرده، هیچ جا. در این صورت اگر ما میخوایم اقتصاد پویا داشته باشیم باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم. دولت باید ناظر باشه، دولت باید در از ورود کنه وقتی که فکر میکنه مثلا بخشی یا صنفی داره خارج از عرف داره میره جلو یا داره ضرر میزنه به مصرف کننده و یا به جامعه. این حق دولته، این حقه، یعنی مردم دولت انتخاب میکنن که این کار رو مواظبشون باشه. ولی این که شما بخوای رقابت کنی با بخش خصوصی، این فاجعه است. این یه فاجعه است که باعث میشه رانت ایجاد بشه، باعث میشه فساد ایجاد بشه، باعث میشه اقتصاد کوچیک بشه، اشتغال کوچیک بشه. و تنها راه حل ما اگه بخوایم بگیم وارد ریز نشیم، چون میگم یه دونه جواب وجود نداره، اینه که طرز فکر باید عوض بشه، اعتماد کنن به بخش خصوصی و بدن مشکلات اقتصادی رو بخش خصوصی حل کنه. پس شما موافق این نظری هستین که معمولا دولت‌ها در ایران جلوی رشد شرکت خصوصی رو میگیرن؟ بله 100%. ببینید بخش خصوصی خیلی انعطاف داره. سرمایه اصولا یه موجود خیلی ترسویه. در این صورت مالک سرمایه میدونه از این چطوری محافظت بکنه. شرکت دولتی نمیدونه از سرمایه‌اش چطوری محافظت بکنه. تصمیماتش غلطه. اون موضوع بهره‌وری بردن بالای فرایند رو نداره. میدونین اینا همش برای اینکه واسش مهم نیست، برای اینکه سوبسید داره. ولی نهایتا اگر الان من اتفاقا دیروز رونمایی کتابی بودم به نام تجارتخانه صادقی. تجارتخانه صادقی یه داستان بسیار مال خانواده محترم صادقی، 5 نسل 6 نسل اینا در تجارت با روسیه فعال بودن در زمینه خشکبار. این کتاب بی‌نظیره. من واقعا پیشنهاد میکنم دوستان بخونن که وقتی این داستان رو شما داری میخونی، انقلاب روسیه اتفاق میفته، انقلاب بولشویکای روسیه و اون وقت جنگ داخلی بین روسای سفید و روسای سرخ که بعد بولشویکا میبرن. این تجارتخانه صادقی وسط این بحرانه، از اردبیل داره دفتر باز کرده در مسکو و داره خشکبار میفرسته به مسکو و دفتر داره در ولگوگراد، در سن پیترزبورگ، جاهای دیگه. و این بحرانو چطوری اینا باهاش دست پنجه نرم میکنن اصلا بی‌نظیره. در این صورت این نشان دهنده اینه که در سخت‌ترین شرایط بخش خصوصی راهش رو پیدا میکنه. تجارت ادامه داره، تجارت وای نمیسه
و این تاریخچه به ما نشون داده که و ما داریم در تاریخ شرکت‌های بسیار قدرتمندی که تونستن بحران‌ها رو پشت سر بذارن. ولی به شما قول میدم اگر بازار آزاد واقعی باشه، ایران خودرو و سایپا بیش از 20 روز دوام نیارن در یک بازار رقابتی. در مورد ایرانگری به ما بگین. ایرانگری چیکار میکنه؟ کارش چیه؟ چه نقشی ایفا میکنه در بحث حوزه غلات؟ چه حرکاتی انجام داده؟ ببینید زمانی که تحریم‌ها بسیار شدت گرفت، کنفرانس‌های بین‌المللی غلات در جهان درشون رو روی ایرانی‌ها بستن. عمدتاً در دبی، در استانبول، در ژنو، جاهای دیگه گفتن که ما نمیتونیم اصلا اجازه حضور ایرانی‌ها رو بدیم به خاطر اینکه شما نمیتونین به ما پرداخت داشته باشید از لحاظ این تحریم‌های فرامرزی که رو بانک‌ها گذاشتن. از این جهت ما به این فکر افتادیم خب اگر اینطوره ما چرا خودمون در ایران کنفرانس بین‌المللی غلات نداشته باشیم و کسانی که علاقه دارن با این بازار 83 میلیونی کار بکنن تشریف بیارن تهران به جای اینکه ما بریم اونجا. این ایده و دوستان بسیار بسیار محترم و میشه گفت غلاطی قدیمی دور این ایده جمع شدن، جناب آقای دکتر یزجدی، دکتر کریمی، جناب آقای مرتضوی، جناب آقای جمشیدی و این ایده رو جناب دکتر زیایان و این ایده رو ما تبدیل کردیم به یک کنفرانس بسیار حرفه‌ای و به روز که بتونیم در از این دوباره برمیگردیم به اون صحبت پلتفرم، بتونیم این پلتفرم غلات رو ایجاد بکنیم که تجار بتونن با هم صحبت کنن، تجارت صورت بگیره و کل زنجیره غلات داشته باشیم. یعنی ما وارد به مزرعه نمیشیم، ما از زمانی که دانه برداشته میشه نگهداریش، جابجا کردنش، بهره‌وریش، تمام بخش تکنولوژی، حقوقی، لوجستیکس همش توش هست. از این جهت یه کنفرانس رویداد بسیار خوبی شده و میشه گفتش که مورد استقبال شرکت‌های بین‌المللی هم قرار گرفته. بسیار خوب. بخش آخر صحبت ما یه مقدار شخصی تره. آقای شریف نظام‌آفی در طول روز چه کاری انجام میده؟ با خانواده چی کار میکنه؟ احتمالاً سر شلوغ سفرهای زیادی داره. برای توسعه فردیش چی کار میکنه؟ به ما بگید. سوالای شما همش سوالای سخته، یه جوابه نیست. ببینید من خیلی به بچه‌ها میرسم. خیلی چطور وقت میکنید؟ ببینید بالاخره اگر وقت نکنم، ببینید من اگر دیر برم منزل، اون همکاران، اون مشتری، اون صاحب سهم، اونا یک سال بعد یادشون نخواهد بود که من مثلا تا ساعت 10 شب اونجا بودم، ولی بچه‌م یادش خواهد بود وقتی بزرگ شه که بابا نبود، بابا وقتی که من میخواستم فلان کارو بکنم نبودش، غایب بود. من فکر میکنم این در اصل مهمترین شغل منه، پدر بودن. میدونین هر کار دیگه ای من بکنم در ارجحیتش به مهمیه این نیست. درسته. خب معمولا دیفالت یک تاجر اینه که مدام در سفره نیست. آیا بچه‌ها رو به خودتون میبرین؟ نه خب بالاخره محدودیت ها هست. بالاخره ببینید یه سری نه نمیشه، ولی سعی میکنم که وقتی هستم حضورم خیلی پررنگ باشه. میدونین وقتی بچه‌ها دارن با من صحبت میکنن من اینستاگراممو چک نکنم یا واتساپمو چک بکنم یا ببینم حالا آخرین اخبار چی بوده. سعی میکنم باهاشون درگیر باشم، باهاشون بازی کنم، کارایی بکنم که اونا میخوان بکنن و سعی کنم، شاید به خاطر اینکه پدرم خیلی دیر کار میکرده و خیلی وقتا نبود، به خاطر اینکه خب مطب بود، بیمارستان بود، شاید میدونی آدم گاهی وقتا سعی میکنه اون چیزی رو که نداشته واسه بچه‌هاش فراهم بکنه. درسته. آینده بچه‌ها چه فکری دارین براش؟ چند سالشون الان؟ 9 و 14. 9 و 14. نه بچه‌ها ببینید آیندهشون که آدم نمیتونه پیش بینی بکنه، ولی خب سعی میکنیم تا اونجایی که بتونه بهشون فرهنگ بدیم، بهشون درست بودن یاد بدیم. به اینکه ببینید من فکر میکنم یکی از مشکلاتی که ما در جامعهمون داریم اینه که شاید به بچه‌هامون درست بودن رو یاد نمیدیم. آقا سر کسی کلاه نذار، دروغ نگو، راست بگو، مورد اعتماد مردم رو جلب کن، اعتماد نگه. بخش بزرگی از جامعه ما برعکس اینو داره تدریس میکنه به بچه‌ها. بله. زرنگ باش، حقتو بگیر. بله کلاهبرداری کن. بله وقتی هم که کلک میشن میگن نمیشه، نمیگن که طرف خلافکاره، میگن طرف خیلی زرنگه. این موضوعی که میگم مشکلات ما فرهنگی، مشکلات ما طرز فکره. در این صورت درستی یاد دادن که آدم درستی باشه یه کار خیلی سختیه. برای توسعه فردیتون چه کاری انجام میدین؟ سوال آخر. تاریخ میخونم. تاریخ میخونم. کتابای تاریخی. چه درسی از تاریخ میگیرید؟ والا من چیزی که میتونم بگم اینه که اگه بخوایم خلاصه بگیم که تاریخ خودش رو 2 دفعه تکرار میکنه، که این یه گفته خیلی معروفیه.
یه دفعه به عنوان تراژدی خودشو تکرار میکنه، دفعه دوم به عنوان کمدی. یعنی دفعه اول شما گریت میگیره وقتی خودشو تکرار میکنه، دفعه دوم که خودشو تکرار میکنه دیگه خنده‌دار شده این موضوع. حالا اینو شما مطمئنا در خیلی بعدای متفاوت در این مدتایی که فعال بودین میتونید ببینید که خودشو، ولی اصولا اگر مملکتی تاریخ خودشو ندونه، مردمی تاریخ خودشون رو ندونن، محکوم به اون دوتا تکرار هستن. مرسی از وقتی که در خدمت. مرسی از شما، خیلی خوش گذشت. مرسی از سوالای خوبی بود. مرسی از شما. خدا نگهدار. خیلی ممنون.